روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها به ملاقات پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف در شهر سوچی به ویژه تحفه به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین توجه کردند. بردیمحمدوف به مناسبت 65مین زادروز رهبر روسیه به او سگ ذات علبای تقدیم کرد. Вы, наверное, знаете, это единственная в мире собака Алабай. Да. И я сегодня привез с собой этого маленького Алабая. И называется он Выпали, то есть это верный. اما روز 11 اکتبر پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف اقدام دیگری هم پیاده کرد که در حیات روزمره مردم ترکمن خیلی مهم خواهد بود. پرزیدنت ترکمنستان فرمان داد که نرخ آب، گاز طبیعی و نیروی برق که در این کشور خیلی پایین بودند به قدر قابل ملاحظه بالا برده شوند. خبرگزاری رویترز نوشته است که سر از ماه آینده نرخ آب برای خانواده‌های ترکمن تخمیناً 25 مرتبه بیشتر خواهد شد. طبق فرمان بردیمحمدوف سر از ماه نوامبر سال 2017 هر عضو عائله ترکمنی ابتدا 7.5 متر مکعب آب را به پول دسترس می‌کند. از آن بیشتر برای هر 10 متر کوبی آب نرخ 5 منات یعنی تخمیناً $1.43 آمریکا مقرر شده است. فعلا عائله‌های ترکمن برای استفاده آب بیش از معیار برای هر 100 متر مکعب 6 سنت آمریکا پرداخت می‌کنند. هفته روان پرزیدنت ترکمنستان گفته بود که حکومت این کشور به تدریج سوبسیدیا یا خود یارانه را از بین خواهد برد. حالا هم ساکنان این جمهوری سرشار از مواد سوخت معیار معینی گاز و نیروی برق را به پول دسترس خواهند کرد که احتمال با مرور زمان خاتمه یابد. ترکمنستان هممرز با افغانستان 5.5 میلیون اهالی داشته صاحب چهارمین ذخیره بزرگترین گاز طبیعی در روی عالم است. سر از سال 2014 از زمانی که نرخ مواد سوخت در سراسر دنیا پایین شد، درآمد ترکمنستان هم برابر با آن کاهش یافت. در سال 2016 روسیه که مشتری اساسی ترکمنستان بود، خریدن گاز این کشور را بس کرد.